بخشی از اتفاقاتی که در داخل مملکت ما داره رخ میده در حوزه رسانه خیلی ترسناکه. این اتفاقات چون زیر آستانه نهاد امنیتیه بهش حساس هم کسی نمیشه، ولی داره اثراتی میذاره که این اثرات میتواند نگران کننده باشد. آقا جان الان ترکیهش بلند شده اومده تو فضای فارسی زبان تلویزیون را انداخته. جمهوری اسلامی در حوزه صحبت کردن با افغانستانی ها نه برای فریب مخاطب، به جهت اینکه همین بدیهیاتی که من دارم میگم که دشمن برنامه داره به جهت اینکه دو تا ملت بیافتن به جنگ، برای این چیکار کردی؟ الان ممکنه بگن ما یه کارایی کردیم تو خبر نداری. چه اثری داشته؟ روی اینها باید کار کرد. این مسائل خیلی مهمه، به این مسائل دقت بکنید. اما بعد از ماجراهای سوریه یک موج بسیار زننده‌ای راه میفته در ایران بعد از سقوط دمشق، و این موج زننده و شرم‌آور علیه افغانستانی ها نیست، علیه لشکر فاطمیونه. ببین یه جایی هست یکی مثلا میاد توی فضای مطالبه اخراج افغانستانی غیرقانونی میگه آقا مثلا باید علیه افغانستانی ها من تحریک شدم یه چیزی گفتم. این از اون وحشتناکتره. این داره علیه افغانستانی تولید محتوا میشه در فضای فارسی زبان که اون افغانستانی آماده است در کنار تو در یک سنگر جونشو بده. این با طالبان فرق داره، این با داعشی که داره توی افغانستان فعالیت میکنه فرق داره، این با گروهای تندرو فرق داره، این با گروهای سکولاری که در افغانستان اصلا ضد ایرانن فرق داره. اصلا نباید نزدیک زدن اینا بشی. الان داره اینا رو تو فضای فارسی زبان میزنن. بذارید یه توییت با هم ببینیم. یه کاربری برگشته گفته که الان مدافعان حرم کجان برگشتن دارن از حرم شاه عبدالعظیم دفاع میکنن. مدافعان حرم دفاع کردن بچهای افغانستان از حرم حضرت زینب و اثرات خونشون و دفاعشون اینجایی بود که داعشی فهمید اگر به دمشق رسید نباید به سمت حرم تیراندازی کنه و این کارو نکرد. مدافعان حرم بچهای افغانستانی میدونی کجان؟ اونجایی هستن که وقتی داعشی رفت توی عراق و سوریه شروع کرد سر بریدن و شروع کرد زنهای اینها رو وقتی مرداشون رو کشت به اسارت برد و بعد هم به عنوان همسر انتخاب کرد، طوری در مقابلش ایستادن که این بار وقتی میخواست برسه به دمشق جرئت نکرد همچین رفتارایی بکنه. فهمیدی بچهای فاطمیون کجا هستن؟ من نمیفهمم این کسایی که دارن در فضای فارسی زبان این تولیدات فارسی رو انجام میدن علیه افغانستانی ها، که این علیه افغانستانی ها هم نیست، این علیه اون دسته از بچهای افغانستانی که کاملا با شما همسو هستن. کسی نیست نظارت بکنه بر این مسئله. این موج‌ها خطرناکه. این موج چون این اصلا با افغانستانی هم کاری نداره. ما ماه پیش برنامه‌ای که ساختیم درباره افغانستانی‌ها، من اینجا تو سرم می‌زدم میگفتم اگر با افغانستانی غیر قانونی بحث داری قانونیشو فوش نده. الان رسیدیم به یه جایی که من باید بیام بگم آقا سرویس اطلاعاتی که توی مملکت هستی برو ببین اینا کیان که دارن به افغانستانی که همسنگر با رزمنده های توئه به اون داره فوش میده، اونو داره تخریب. اینا نگران کننده است. اینا ادامه همون موجیه که داره تو افغانستان علیهت کار میکنه. هوشیار باشید وقتی ترکیه توی فضای فارسی زبان تلویزیون زده، وقتی دارن تو افغانستان مردم علیه ما تحریک میکنن، وقتی تو کردستان علیه ما نیرو دارن، وقتی تو باکو یه سری عناصر گذاشتن که اینا روی مسئله تجزیه طلبی کار بکنن، فردا بخواد کشور تو به هم بریزه به اختلاف با همسایه‌ات نیاز داره ها. اینا زمینشه. من نمیدونم چجوری بعضیا این بدیهیاتو متوجه نمیشن. منظورم این صاحب اکانتا نیستا، اینا که اصلا بخششون ممکنه تو فضای فارسی زبان نباشن. منظورم اون کساییه که باید با اینها برخورد بکنن، باید ته این داستان رو بگیرن، باید برای عقبه این داستان کاری بکنن و همچین کاری انجام نمیدن. مشکوک بودن مسئله رو میفهمی؟ ببین من هر چی توییت برای شما میخونم اصلا با افغانستانی کاری نداره، رفته زیر یخمه. اونی که بخشی از مقاومت رو روز اول با مثلا تیر و گلوله که نمیندازه، باورشو باید بزنه، اینا رو نسبت به هم مردد بکنه، بندازه به جون هم دیگه، بعد بره سراغ بعدی رو بخونیم. این آخ این فجایع، خدایا اینا رو به کی بگم؟ این کیان پشت این کانالا؟ آقایان مسئول باید اینا رو آمارشو در بیارید. اومده گفته خبر فوری داریم، متاسفانه در سوریه بچه‌های فاطمیون رفتن پیوستن به تروریستای تکفیری. بچه‌های فاطمیون در مقابل تروریستای تکفیری بیشترین ایستادگی رو، حتی بیشتر از ارتش سوریه که البته ارتش سوریه در حال خطرنشینی بود، ولی بیشترین ایستادگی رو در مقابل
این تروریست‌ها این بچه‌ها داشتن و پیکرهای بعضی از این بچه‌ها که اونجا شهید شدن در مقابل ایستادگی و هجوم اینها وایسادن، ما الان ازش خبر نداریم. بعد یه سریا راه افتادن میگه این رفته پیوستن به تروریستا. اینا نگران کننده است. این تولیدات رسانه‌ای میخواد تلاش بکنه مخاطب افغانستانی رو به یه سمتی ببره که مخاطب افغانستانی بیاد بگه که ببین ایرانی‌ها دارن درباره من اینا رو میگن. آقا من دارم برای کی بازی میکنم؟ مردد بشه نسبت به ادامه بازی. الان بچه‌های ما مردد نیستن ها. بچه‌های ما هزاری هم محتوا رو سرشون بریزی، ما یه ویژگی که داریم، یه عادتی که داریم، هدف ما برامون تعریف شده. هزاری فحش از این ور بیاد، زخم زبون از این ور بیاد، توهین از این ور بیاد، ایرانی باشه، افغانستانی باشه، فارسی باشه، ترکی باشه، لری باشه، رشتی باشه، به هر زبونی باشه، اصلا برای ما اهمیت نداره. ما از پرچممون دفاع کنیم. ولی اینا وحشتناکه. اینا خانواده‌های شهدا رو هدف میگیره. اینا خانواده‌های اون کسایی که پاره‌های جگرشون رفتن کشته شدن در کنار بچه‌های ایران و این پاره‌های جگر میتونستن الان توی مثل بقیه بچه‌های افغانستان الان تو آلمان باشه، تو سوئد باشه، آقا تو همین مملکت کارگری بکنه، پول بفرسته برای خانواده‌اش. سیستم باید به اینها نسبت به اینها حساسیت داشته باشه، نسبت به اینها هوشیار باشه. بعدی اومده تیکه انداخته باز به بچهای لشکر فاطمیون، گفته سوریه چرا این وضعیت پیش اومد. حالشون نگران سوریه شدین یه دفعه، بعدم تیکه‌هاتون همه به سمت بچهای فاطمیون. اینا نگران کننده است. این موج یک موج دوقلوئه. یک بخشش تو افغانستان داره ایرانو میزنه، یک بخشش توی ایران. الان از زدن افغانستانی گذشته. یعنی یه ماه پیش که من داشتم به شما میگفتم برید مراقب باشید، اینا دارن افغانیای حتی قانونیشون هم میزنن، این نگران کننده است. الان از این گذشته داره فاطمیون رو مورد هدف قرار میده. اونایی که در حوزه رسانه دارن کار میکنن، اونهایی که به اصطلاح خودمون وطن براشون مهمه، اونهایی که طرف میاد میگه حوزه تمدنی مشترک ما با دیگران، بعد تو سرش میزنه میگه 30 سال پیش باکو بخشی از ما بود. بخشی از ما بود به این معنی که به ما همدل بود. پس چرا الان شده دشمن اولت؟ نه به خاطر اینکه تو در فضای فارسی علیهش تولید محتوا کردی، نه به خاطر اینکه تو حواست به تولید محتواهایی که علیه داشتن میکردن توی باکو نبود. الان این تولید محتوا بخشش قطعاً موساد پشتشه، بخشش قطعاً دشمن پشتشه، بخشش قطعاً اگر فارسی زبان پشتش باشه فارسی زبانه یعنی که هیچ نسبتی با مقاومت ندارن. ما کجای این بازی هستیم؟ داریم چیکار میکنیم؟ 30 سال بعد نیاد به خودمون بیایم ببینیم بچهای افغانستان تحت تاثیر این دروغ‌هایی که تو این فضا گفته شده کینه نسبت به کشور خودشون گرفتن. بعد همینجور که دو دستت میزنی میگه ای بابا باکو بخشی از ایران بود، الان با ما دشمن شده، بعد به خودت ببینی افغانستانی‌ها شدن دشمن سرسخت تو و حالا تو باید لج و لجبازی داشته باشی لب مرز افغانستان. امروز جلوی این داستان‌ها رو باید بگیریم. هم اونهایی که همدلی براشون مهمه، بچهای افغانستانی تو فضای افغانستانی نسبت به این حواستون باشه، اینا میتونه هزینه داشته باشه. مدام تولید محتوای منفی علیه ایران نذارید اتفاق بیفته. اصلا اجازه این کارو ندید. اونجاها که میبینید ایران کارهای خوبی انجام داده برای همدلی با افغانستان، اونا رو برجسته کنید، توضیح بدید به هموطن‌هاتون. بگید آقا شما اینو نباید بگید دوست عزیز، این شکلی هم بوده، من همچین چیزی هم. اینا رو برجسته بکنید حتما. بچهای ایران هم همینطور. بچهای ایران هم نسبت به این موارد حتما هوشیار باشید که ما خدایی نکرده بعداً به خودمون نیاییم ببینیم که این داستان‌ها برای وطن هزینه‌ساز شدن.